سلام دوستان عزیز. ما برای شما یک برنامه عجایب تشکیل کردیم که آن را ما پیغمبران نام گذاشتیم. ما میدانیم که شما نامهای بسیاری پیغمبران را میدانید، اما ما میخوایم که شما شخصا دانید که آنها کی بودند و برای چی آمدند و پیغام آنها درباره چی بود. و ما برای شما نقل تصویری تشکیل کردیم که برای تماشا کرده فهمیدنتان آسان تر باشد و در دوام این نقل ما جایها را داشته برای شما معنی داد یا که کشاده میدیم و البته در آینده ما میخواهیم که فیلم تصویری از روی آن تشکیل کنیم. همه این چیز بسیارش اساس است از روی کتاب مقدسی که ما باور میکنیم. رفتیم. حکایه درباره آدم پیغمبر. анавай ҳайвонча номаш чизе? Қурбоқа? Шумо ҳами ҳайвонҳоро аллакай ном мондид ме? Худо як рӯз ҳамаи ҳайвонҳои апешам гузаронду гуфт, ки ҳамаш ба ном монам. Ман ҳамаш ба ном мондам. Ҳамин ҳайвонҳоям худо шумо бо ин ахоқ сохтагӣ? Мана худо чӣ хел ахоқ сохтагӣ бошад, ҳайвонҳоям ахоқи замин сохтагӣ. Мана чӣ? شما میدانید که آدم در بسیار زبانها ما میدانیم و در بسیار دینهای اساسی، اساساً در مسیحیت، اسلام و یهودایی آدم را همچون انسان اولین میدانند. ولی آیا شما میدانستید که نام آدم چی معنا دارد؟ و امروز ما میخواهیم که شما دانید. نام آدم از کلمه عبری گرفته شده است. بنابراین ما وقتی که از عبری میبینیم آن معنایش خاک است. و امروز هم وقتی که به زبان عبری گپ میزنند، وقتی که زمین میگن، خاک میگن، آنها میگن آدم. و آدم که خداوند از خاک گرفته ساخت و با آن جان دمید و آفرید، بنابراین ما میگیم که خاک است، یعنی که آدم. دوامش را میبینیم. توی خудо авостағони ман сохт. Як рӯз худо хобима сахт баронда, устухонома гифта туе сохт. Бедор мешавам ки як зани хушрӯ, дилкаш, ту бойнакаш якта де бешанба истодааст. Мана а устуғон сохтагиша агуҷо фаҳмидид ки? Худо ман ба ҳамаша гуфта дод. То ман пайдо шудана худо шумова бо зеҳо гуфт? Бо гуфтам монам, аюдат набарод. Худо гуфт ки ӯ ҳамон дарахтайку. Ҳамон миёни боғ ба истодаги, Ана ҳамон. Худо тамоман авай дарахт мева нахӯр гуфтагӣ. хӯрам чӣ мешад ки? دیدید که وقتی که آدم در آن باغ عدن بود، خداوند می آمد و با روی راست گپ می زد. یگان میانه رو نبود. خداوند بود، آدم بود، گپ می زدن. این مقصد خداوند بود که ما همیشه مناسبت داشته باشیم. و از سببی که در آینده میفهمید برای چی این مناسبت ویران شد، خداوند پیغمبر رو میفرستاندند که با آنها خداوند همیشه شخصا گپ میزدند، به یگان واسطه، به یگان میانه رو، فقط پیغمبر و خدا. و دیتر باز میفهمید که پیغمبر کیست. دامش رو میبینیم. خудо гуфт ки агар хӯрим мемӯрим. Мемӯрим? Мурданаш чӣ? Надонам, ягон чизи худо маъқул набудагисте. Хай умуман ҳамон дарахта номаш дониши некию бадӣ будааст. Ҳамуна меваша бо наводу нахӯр.
اگر از خوردن میوه آدم باید میمرد، مردن چی است؟ به فکرتان چی؟ دوامش رو میبینیم و میفهمیم. خوب شده است. مردک جان، اینجا یک چیز جو میدوسمی؟ کنی بینم چی؟ این حیوان نامش من مار мондагӣ. биё бурафтим гӯшт намонда камтар мева канда хӯрем. این مرمی. میوه خوری میریتان. خدا شما و نگفت می که از یگانتا درخت میوه نخوریتان. مردک جان، اینو گوش کنید. این مرد زیه که گفتوسه یا؟ ҷавоб деде. نه، ما همه درخت خورده میتونیم، لیکن همون درخت پیشش به استودیکو اوای خورده ممکن نه و یا اصلش گرید اگر رسیدنم در کنی. اگر خوریتان چه میشد میدانیتان می؟ ها، میمردیم. نه نمیموریتان. خدا میداند که ام میوهش خوریتان. خدا با این میشتان چشماتان گشاده میشد و چیزی بودنی نیکی و بدیه میفهمیتان. یا اینش نمیدونستم، لیکن خودش همین نیکی و بدی چیزی باشه. همین میوه خوریتان میفهمیتان ده نیکی و بدی چه بودگیشه. خدا میداند که اگر از این میوه خوریتان خدا با این میشتان چشماتان گشاده میشد و بدی نیکی میفهمیتان. همین ماره که ما دیدیم این همون شیطان است. شما شیطان میگوید، آیا میدانید که شیطان کی است و چی معنا دارد؟ اگر ما از زبان عبری بینیم، شیطان ساتان معنایش این عیبدار کننده یا که دشمن است و در اینجا او فریب کرده ایستاده است که شما اگر این میوه را خورید مانند خدا میشوید. ولی در آفرینش خداوند آدم را به مانند خودش آفرید. برای آدم و زنش حاجت نبود که آن میوه را خورد که به مانند خدا باشد، برای اینکه الکه خدا مانند کرده آفریده بود، ولی آنها به فریب افتادند. برای همین که آدم خدا به مانند خودش آفریدگی بود، خدا همه حیوانها را از پیش چشمش گذراند در آفرینش و در یک لحظه آدم توانست که به هر یک آن نام گذارد و خداوند همه آفریده ها را به دست آدم گذاشت که آدم حکمران باشد. دوامش را میبینیم. مردک جان، این میوه همیشه بمزه بوده است. شما هم یکتا چشید، انا بینید منه هیچی نشد کو. اینه میبینید که هر دوشان هم آن میوه را میخورد. خداوند گفته بود که از آن میوه نخور که میموری، ولی آن خوردن نمردن. یا خدا میمورایتان گفتگیش دیگر گپ بود می. اوهو мо чо кардим а? ҳама ҷо назарам ба дига хел намдосми? Санак? мо тамоман лучак будим ку? ин шармандагӣ. انا گرید این برگ های انجره همین ها که جایی айбумой мепӯшем. шунидосими? овози поймонии худованд омадааст. чо мекунем акун? ман а худованд шарм доштасям. ман пеш луч будем ки моё намефаҳмидам. ҳаминҷо рӯз шуда ҷим мешинем. آها، تا همین وقت هر دوش لوچ بود. در دیگه چه لوچش نمیدانست، شرم نمیداشت و چی شد با آنها؟ چون یک و یک باره یک دیگر شرم داشتن، اکنون از خدا میترسن و روست میشن. برای چی؟ آدم، های آدم، تو کجا شدی؟ کنی تو؟
من تو روز شدم. لوچک بودنم به شرم داشته روز شدم. Ким ту гуфт ки ту лучак? Ё аз дарахти нахӯр гуфтагӣ мехӯрдиме? من میخوردگی نبودم و همین زنی من به دادگی این میوه خوراند. Зан ин се кор кардигият буд? من نفهمیده همین گپی مور بدرم دیا. این یک روز مخصوص بود که خدا خودش پیش آدم آمد که هم صحبت باشد. اما آدم چیکار کرد؟ او ترسید، روز شد از خداوند. اکنون آنها به جای توبه کردن یکدیگر را گفتن. این کرد و کرد، عیب را بالای یکدیگر گذاشتن. چون که همون زمانی که آنها از همون میوه خوردن، مناسبت آنها با خدا ویران شد، برای آنکه پیش خدا آنها عیبدار شدند. آنها یکمین گناهی کردند که خداوند گفته بود که از آن میوه نخور. آنها خوردند، آنها عیبدار شدند، یک چیز شکست داد، یک چیز دیگر شد. حس کردند که آنها لوچ هستند، آنها شرم پیدا کردند، آنها ترس از خدا پیدا کردند. در نتیجه چی شد؟ آدمیزاد از خداوند ترسیده، روز شده، دور شدن خواست. به چی میبیارد؟ وقتی که ما از خدا دور بشیم، ما نمیخوایم که با خواست خدا زندگی کنیم، که آن مقصده که خداوند آفرید هر یک ما رو، ولی ما میخوایم که با هوس‌های جسمانی که ما داریم با همون زندگی کنیم و این چیز ما را میبرد به دروغگویی، فریبگویی، دزدی، آدمکشی و هر گونه کارهای رسواگی که جسم ما را وادار میکند و آن پیش نظر خدا بد است. وقتی که خدا گفته بود که از همون درخت نخور و اگر خوری تو میمیری، این همین معنا داشت که ما از پیش خدا دور میشیم، مناسبت شکسته میشود و در آینده جسم هم میمرد. وقتی که جسم میمرد، خداوند آن را گرفته به کلی آتش پرتاب می شود که آن آتش هیچ وقت خاموش نمی شود، ولی از آنجا خلاصی نیست. آیا همه آدم اکنون به همون آتش می روند یا یگان دیگر راه هست؟ Ҳамин кори кардагид ба мор. Акнун то ҳама ҳайвонои дашту саҳро бисёртар лаънат шудӣ. Акнун ишкамад ки раҳ мегардию хок мехӯрӣ. Ман байни тую зан ва насли зан ва насли ту душманӣ меандозам. Насли зан сарата мекобад. ту бошӣ пошнои ве мегазӣ. آیا شما فهمیدید که خداوند با مار یعنی که با شیطان چی گفت؟ از نسل زن کسی می آید که سری توی میکوبد و در تاریخ شما آیا درباره اون کس میدانید که از نسل زن آمد، نه از نسل مرد، تنها از نسل زن؟ اگر پیشتر نشنیده باشد یا کسی نگفته باشد، ما میخوام که برای شما گویم که در تاریخ، در از آفرینش تا حاضر، تنها یک شخص آمده است که به واسطه این مرد، تنها از نسل زن، و این عیسی مسیح بود. وقتی که ما عیسی میگیم، این هم نامش از عبری یشوع، معنایش نجات میده و ما این نام رو آینده باز کشاده میدیم که یشوع، عیسی کی است و مسیح چی معنا دارد. و از جانب خدا فرشته جبرائیل آمد پیش باکره که نامش مریم بود و مریم نان و قند شده بود با یک مرد، لیکن هم خواب نشده بود و فرشته گفت که با قدرت خدا مریم پسردار می شود و بنابراین این پسر رو پسر خدا میگن. عیسی مسیح در یک لحظه پیدا نشده است، او از ازل بود و او جسم گرفته با واسطه مریم تولد شد، کودک تولد شد، در این زمین مانند جسم ما گرفت و برای همین او نسل زن حساب می شود. و در اینجا میگه که شیطان پاشنه‌اش میگزد، اما
نسل زن سری او به میکوبه و ما میبینیم که این چه خیلی اجرا شد. زن وقتی омирдорид به درد ضابط مول میکنم بچه درد کدی میزوی دلت شاورد به کشال میشد اما وای تو حکمرانی میکند آدم تو باشی برای این گپی زند به درام ده درخت نخور گفتگیم خودی اناکنون زمین لعنت شد یک عمر عذاب و مشقت کردی مهنت کرده نانت یافته میخوری اکنون خور و الف بیگانه روی زمیننده برای تو میبرود و تو کشتکار کردن در کار میشد تو خاک بودی خاک و گشته میری شما دیدید که خداوند چی گفته ایستاده است با آدم، با زنش، با شیطان، به مانند مار. همه این اجرا شد. شما یکان کس را میدانید که به درد تولد کنند. همه زن با درد تولد میکند و همه مرد با مشقت کار کرده ریسک و روزیش مییابد برای آنکه این زمین لعنت کرده شده بود که دیگر حاصلی که در آن وقت بود نمیتید. برای حاصل گرفتن هر یک مرد باید کار کند، عرق جبین ریزاند. اما آنچه که به شیطان گفت که اجرا شد؟ البته وقتی که عیسی مسیح آمد و او را شیطان خواست که گزد، یعنی که خواهد نابود سازد، از تولد وی خواست که نابود سازد و عیسی مسیح برای هر یک ما، برای گناه های ما، برای همین آن مناسبتی که شکسته شد با خدا، برای برقرار کردن، برای نرخ عیب ما سپاریدن، راضی شد که به صلیب رود و در صلیب وی را به دست و پاهایش میخ زده او را کشند و این مقصد شیطان بود که او را گزد. اما سر شیطان را، همون ما را پایکوب کردن. در آن بود که در روز سیوم عیسی مسیح زنده شد، در این مرگ را شکست و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان دارد مرگ از وی دست شسته است. انا آدم ما با نیکی و بدی میفهمدگی شد نواد وی درختی حیات بیم دست دراز کرده امیوش کرده نخورد با سانی تا ابد زنده میماند. شما دیدید که در اینجا دو درخت بود، درخت دانستن بدی و نیکی و درخت حیات. از درخت دانستن نیکی و بدی خدا گفته بود که نخوریدان، اگر خوریدان میموریدان. ولی درخت حیات در آنجا بود که حیات ابدی میداد برای آدمی زاد. و بعد از آن که آدم از همون درخت منع کرده شده خورد، خداوند نخواست که آدم از درخت حیات بخورد. و امروز آن درخت در کجا است و برای چی خدا نخواست که از آن آدم بخورد و این درخت را از کجا یافتن ممکن است؟ آدم شما این باغند دیگر نمیمونیدان اکنون رفته همون زمینی که اول ساخته شدگیتان همون کشتکار میکنتان. ای فرشته ها و شمشیر آدم نمانیتان که پیش درخت حیات به نزدیک شود. و در اینجا پیغام آدم در چی بود؟ چی گفتن خواست؟ این حیات آدم بود که برای ما نشان داد که در اول در آفرینش چی شد و آن وعده هایی که خداوند داده بود در آینده چی شد. آنچه که به عیسی مسیح روانه کرد ما را. در کتاب انجیل قسم رومیان باب 5 گفته شده است آدم اولین رمز مسیح بود که باید می آمد. آدم گناه کرده به همه ما مرگ آورد، لیکن مسیح به همه ما که به او تعلق داریم حیات بخشید. عیسی حیات می بخشد. عیسی مسیح انا همون درخت حیات است که به واسطه او ما حیات ابدی اکنون می یابیم. عیسی مسیح خودش در انجیل یوحنا چنین میگوید اما نانی که از آسمان می فراید دیگر خیل است، کسی که آن را بخورد نمی میرد. من آن نان حیات هستم که از آسمان فرآمده است. هر کس این نان را بخورد حیات ابدی پیدا می کند. نانی که من می دهم این بدن من است که آن را به خاطر زنده ماندن جهان فدا می کنم.
بیایید عبریان باب 2 را میبینیم. از بس که فرزندان خدا انسان هستند و از گوشت و خون عبارتند، عیسی نیز انسان شد، زیرا فقط انسان شده او میتوانست با مرگ خود قدرت شیطان را که آدمان را به مرگ میبرد نابود کند. اینچنین عیسی آنهایی را که از مرگ میترسیدند و تمام عمر خود مثل غلامان شیطان زندگی میکردند با مرگ خود آزاد نمود. و در دیگر جای انجیل چنین نوشته است: اما آنهایی که گناه کردند را دوام میدهد از شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناه کرده میآید. سبب ظاهر شدن پسر خدا نیز در همین بود که کارهای شیطان را نابود سازد. اکنون از حیات آدم و زنش شما فهمیدید که از کجا برمیآید همه این ظالمی در این دنیا، رسواگی، گناه، همش از کجا سر زده است و با آن زندگی میکنیم. آن در داخل هر یک ما است. اگر ما همین خیلی دوام دهیم که زندگی کنیم که از همون آدم گرفتیم، همون گناه را دوام میدهیم، عاقبت جزا می شود مرگ ابدی، مرگی که ما رو به کل آتش پرتافته می شود که آن آتش هیچ وقت خاموش نمی شود. اما من برای شما خبری خوش دارم. وقتی که ما انجیل میگیم، انجیل معنایش خبری خوش است که شیطان مغلوب شد، سرش پایکوب شد و اکنون راه هست که از همون لعنت ما آزاد شویم که آدم گناه کرد و بدتر به خودش مانند خاکی آدم را به وجود آورد و نزان است همون گناه ها میباید و هر یکی ما در گناه زندگی میکنیم. و اکنون عیسی مسیح آمد که همون درخت حیات است. وقتی که ما از این درخت میخوریم، چه که عیسی گفت که این بدن من است، وقتی که به همون دو چوبه که این ما صلیب میگیم در آن عیسی را به دستان و پاهایش میخ زدن، کشتن، در آنجا عیسی نرخ گناه های هر یک ما داد و اکنون هر یک ما راه پیدا کردیم که همون مناسبتی که در آدم شکسته شده بود برقرار کنیم و حیات ابدی یابیم. و امروز شما امکانیت دارید و امروز شما شنید درباره این خوش خبر. پر برکت و خوش باشد و دیگر ویدیوهای ما را تماشا کنید.